سلام، من عاطفه‌ام و اینجا چنل ایسی فرنچ پلاسه. توی این ویدیو قرار جمله سازی به زمان آینده رو با هم یاد بگیریم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. قبل از شروع به این دوتا مثال دقت کنید. Je vais voyager à شیراز. قراره برم شیراز. Je voyagerai à شیراز. به شیراز سفر خواهم کرد. مورد اول بهش میگیم futur proche یا آینده نزدیک. مورد دوم بهش میگیم futur simple یا آینده دورتر. با صرف فعل futur proche شروع میکنیم. futur proche آینده نزدیک، صرف فعلش به چه صورته؟ اول از همه سوژه یا فاعلمون رو اول جمله مینویسیم. بعد از اون فعل اله به عنوان یک فعل نیمه کمکی اینجا قرار میگیره که کنژوگه میشه و فعل اصلیمون در نهایت به صورت مصدر بعد از اون قرار میگیره. مثلا من میخوام فعل وایاژه رو به زمان فوتور پروش کنژوگه کنم. مصدر اصلیمون میشه وایاژه، سفر کردم. صرف فعلش je vais voyager à شیراز. برای ادامهش صرف فعل اله رو با هم مرور میکنیم. je vais voyager، tu vas voyager، il, elle, on va voyager، nous allons voyager، vous allez voyager، ils, elles vont voyager. به این صورت فعلمون به حالت فوتور پروش کنژوگه میشه. حالا که صرف فعل فوتور پروش رو با هم یاد گرفتیم، بریم با هم چند تا مثال ببینیم تا ببینیم این زمان چه جاهایی کاربرد داره و ما تو چه مدل جملاتی میتونیم ازش استفاده کنیم. فوتور پروش آینده نزدیک خیلی هم راجع به آینده نزدیک نیست. در واقع میتونه از چند ساعت تا چند سال در آینده با این ساختار جمله سازی انجام بشه. فقط نکته مهمی که راجبش باید بدونید اینه که ما در مورد اتفاقاتی در آینده از این ساختار استفاده میکنیم که راجبشون از قبل تصمیم گرفتیم، یعنی اون تصمیم گرفته شده، برنامه ریزی شده و حالا قراره توی آینده اتفاق بیفته. مثلا ممکنه که من یه پلن داشته باشم برای کنکور توی سال آینده و خب اون تاریخش مشخصه، الان دارم راجبش درس میخونم، زمانی که میخوام صحبت کنم میگم من قرار کنکور بدم. یه همچین حالتی این کاربردیه که این ساختار میگیره. یه جاهایی میتونه شبیه going to انگلیسی باشه. be going toی که راجب دقیقاً decision یا مثلا تصمیماتی که توی آینده هست صحبت میکنه. مثال اول Ce soir nous allons regarder un film. یعنی امشب قراره برم یه فیلم ببینم. فیلم رو احتمالاً انتخاب کردیم، تصمیمش رو گرفتیم و قراره بریم فیلم رو با هم ببینیم. یک اکشن یا اتفاقی که قراره شب چند ساعت آینده اتفاق بیفته و راجبش تصمیم گرفته شد. یه ذره بریم زمان دورتر. Ce week-end je vais faire les courses. یعنی این آخر هفته قراره خرید کنم. مجدد تصمیمش رو گرفتم، برنامه‌ش رو ریختم، آخر هفته که بیاد میرم خرید میکنم. و حتی زمان دورتر l'année prochaine on va obtenir notre diplôme. یعنی سال آینده قرار دیپلم بگیریم. خب یعنی این که الان ما توی مدرسه هستیم، داریم درس میخونیم، امتحان میدیم و قرار دیپلم رو بگیریم. یه آینده، یه اکشنیه در از توی آینده که زمان که اتفاق بیفته قطعیتش زیاده، چون راجبش تصمیم گیری شده و برنامه ریزی شده. زمان بعدی آینده توی زبان فرانسه میشه فوتور سامپل. بریم با هم صرف فعلش رو یاد بگیریم. برای صرف کردن افعال به فوتور سامپل مصدر فعلمون رو می‌نویسیم، یک سری ترمینزون یا شناسه بهش اضافه می‌کنیم. به این صورت فعلمون به زمان آینده یا فوتور سامپل صرف میشه. برای مثال فعل پقله. من سوژه ها رو نوشتم، ضمیرهای فاعلیمو. فعل پقله هم تو همش ثابت میاد به صورت مصدر. برای سوژه ژو ترمینزون ای رو اضافه میکنم. تلفظش جو پقلوره. برای سوژه تو ترمینزون یا شناسه اس رو اضافه میکنیم. تو پقلوره. برای سوژه ایل، ال، اون ترمینزون اضافه میشه. ایل پقلوره، ال پقلوره، اون پقلوره. برای نو او ان اس اضافه میکنیم.
nous parlerons. برای وو زد اضافه میکنیم. vous parlerez. و برای ایل ال پلوریل ont اضافه میکنم. دقت کنید ont نیست. تلفظش ایل parleront ال parleront. یه بار دیگه صرف فعلش رو میخونم. میتونیم بعد از من با صدای بلند تکرار کنید. je parlerai, tu parleras, il parlera, elle parlera, on parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront, elles parleront. به همین سادگی میتونیم بیشتر فعلا رو به این حالت کنجوگه کنیم. تقریبا همه فعلا به این حالت کنجوگه میشن. برای اینکه یک سری استثناءات هم این وسط وجود داره. اولین موردی که بخوام بهش اشاره کنم فعلایی مثل comprendre، متر که آخر مصدرشون به یه او میرسه. این او یه جورایی مزاحم این صرف فعل میشه و یه ذره تلفظ رو ناجور میکنه. برای این مدل افعال او رو حذف میکنم. چیزی که برای من میمونه comprendre، متر. بعد از اون میتونم بلافاصله ترمینزونا رو بهش اضافه کنم. مثلا je comprendrai. توی دیکتش دیگه این او رو نمی نویسم. je comprendrai، tu comprendras، il comprendra، nous comprendrons، vous comprendrez، ils comprendront. پس توی دیکتش این او حذف میشه و برای تلفظمون هم مشکلی ایجاد نمیکنه. به همین صورت فعل متر. فعل متر رو میتونید شما خودتون توی خونه امتحان کنید و صرف فعلش رو تکرار کنید. مثل هر صرف فعل دیگه ای که تا الان احتمالاً توی زبان فرانسه یاد گرفتین، یک سری استثناءاتی وجود داره که فتوح سمت هم از این قاعده مستثنا نیست. ما یک سری فعلایی داریم که اکسپسیون یا استثناء هستن و شما باید اون ریشه فعل و صرف فعلشون رو حفظ کنید. چاره دیگه ای هم نداریم. لیست یک سری از افعال پرکاربرد رو براتون گذاشتم. برای افعال بیشتر که یه چند تایی به این لیست اضافه میشه میتونید بعدا خودتون سرچ بزنید. بریم با هم چند تاشو ببینیم. برای مثال فعل اتر رادیکالش میشه ساق و من به این رادیکال یک سری ترمینزون اضافه میکنم. خب میبینید دیگه این مصدر فعل اتر هست و رادیکالش میشه ساق. هیچ ربطی به هم ندارن استثنا و شما باید حفظش کنید. میشه جو ساقه، ادامه ترمینزونا رو بهش اضافه میکنم. tu sauras، il saura، nous saurons، vous saurez، ils sauront. فعل اواق رادیکالش میشه اوق که مجدد ترمینزونا بهش اضافه میشه. j'aurai. فعل اله j'irai. فعل ونیق viendrai. فعل فقر ferai. vouloir je voudrais. pouvoir je pourrais. devoir je devrais. همونجور که میبینید رادیکال ها به این صورت هست و شما باید اینا رو حفظ کنید. میتونید ادامه صرف فعلش رو به عنوان تمرین توی خونه انجام بدید که بهتر توی ذهنتون بمونه. نکته دیگه‌ای که وجود داره، شما صرف فعل vouloir رو به این صورت قبلا دیدید. je voudrais. خب حالت فتوحش رو ببینید. از نظر ترمینزون با هم متفاوته. جو voudrais که قبلا توی سطرهای قبل‌ترتون یاد گرفتین ساختار کندیسیونل هست که نباید با فتوح سم قاطیش کنید توی صرف فعل و مخصوصا دیکته، چون از نظر تلفظ دقیقاً یکی میشه. راجع به کندیسیونل ها بعدا مفصل صحبت میکنیم. فعلا تمرکزتون رو بذارید روی دیکته و صرف فعل فعل‌های آینده. برای اینکه کاربرد فتوح سمپل براتون کامل جا بیفته، ترجیح دادم که با مقایسه فتوح خوش برگردیم به مثال اول ویدیو. Je vais voyager à Shiraz. قراره برم شیراز. Je voyagerai à Shiraz. به شیراز سفر خواهم کرد. تفاوتشون چیه؟ از نظر معنی فکر میکنم تا حدودی متوجه شده باشین. مورد اول برنامه‌ریزی شده است، همونجوری که قبلا اشاره کردیم و احتمالاً یا بلیتی تهیه کردم یا کارهای سفر رو انجام دادم و قراره برم این سفر رو انجام بدم.
مورد دوم به شیراز سفر خواهم کرد یه ایده ایه که برای انجام یه کار توی آینده به ذهنم رسیده ولی نه برنامه ریزی براش انجام شده نه مشخص چه زمانی چه مدتی و کی قرار این انجام بشه. به خاطر همون از فوتوخ سامپل استفاده کردم. پس در نتیجه فوتوخ سامپل داره در مورد آینده صحبت میکنه که قطعیتش کمتره و صرفا یک ایده است که کاری برای انجامش انجام نشده. یکی از ساختارهای جمله سازی دیگه ای که میتونه فوتوخ سامپل خیلی بهتر کاربردش توی ذهنتون جا بیفته توی ساختار کانت هست. یعنی وقتی که این اتفاق بیفته این کار رو انجام میدم در آینده، این کار رو انجام خواهم داد. مثلا quand je finirai mes études je travaillerai. وقتی که درسم تموم بشه کار میکنم. خب احتمالا هنوز دانشجوام و درسم تموم نشده. وقتی که درسم تموم بشه میرم سر کار، ولی بابتش هیچ تصمیم جدی گرفته نشده، صرفا یه ایده است که داره مطرح میشه. به خاطر همون فعلمون رو به زمان فوتوخ سامپل کنجوگه میکنیم. مورد بعدی که بهتون کمک میکنه که تشخیص بدین که الان باید فوتوخ سامپل یا فوتوخ پروش استفاده کنم اندیکاتور دو تام ها هستن، یعنی شناسه های زمانی اون توی جمله. برای مثال aujourd'hui je vais faire du gâteau. امروز قراره کیک درست کنم. احتمالا وسایلش رو خریدم و قراره که شروع کنم به کیک درست کردن و این اتفاق قراره امروز بیفته. ولی توی جمله دیگه میگم un jour je ferai du gâteau، یعنی یه روز کیک درست میکنم. حالا اون روز کی بیاد مشخص نیست، چون خیلی مشخص نیست و صرفا ایده است. فعلا رو به زمان فوتوخ سامپل کنجوگه کردم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگر سوالی داشتین توی کامنت ها میتونین ازم بپرسین. تا ویدیوهای بعدی، ابیانتو.